دادستانی کل تاجیکستان تفصیلات تجاوز به ناموس و قتل یک دختر 9 ساله در نویه خراسان را نشر کرد. این حادثه 16 آگوست در دهه مهنت جماعت هلالی روی داد و دادگاه ولایت ختلان روز 23 نوامبر ساکن این دهه رستم بولتخانوف را بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی 104 قسم 2 کشتار نابالغ، 138 قسم 3 تجاوز به ناموس کودک خردسال که در حالت عاجزی قرار دارد و 139 قسم 4 حرکت‌های شهوانی نسبت به کودک خردسال عاجز گناهکار شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل، جریان این حادثه چنین بوده است: بولتخانوف رستم اسمت اللهویچ 16 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت‌های 12:20 در حالت مستی خردسال BM سال تولدش 2012 را که با دوچرخه مشغول بازی بوده است دیده با راه فریب به منزل استقامتیش وارد نموده است. پس در داخل اجره استقامتیش به خردسال BM مبلغ 10 سامانی و هر گونه محصولات خوراکی کودکانه داده، دیده دانسته که BM حال خردسال بوده بر علاوه به سن 14 سالگی نرسیده است در حالت عاجزانه قرار دارد، با BM حرکت‌های بداخلاقانه نموده است. بنابر سبب نفس شهوانیش قانع نشدن، او کردار جنایتکارانه خود را ادامه داده در نزد خود مقصد تجاوز به ناموس خردسال BM را گذاشت. آخرین را دیده و دانسته 2 بار تجاوز کرده است. بعدا خردسال BM به او گفته است که عاید این کردار صادر کرده او به مادرش خبر می‌دهد. بولتخانوف با مقصد فاش نشدن جنایت صادر کردهش و روی پوش نمودن آن از حالت عاجزانه خردسال BM استفاده برده در اجره استقامتیش با دستانش گلوی خردسال BM را باقی نموده به هلاکت رسانیده است. جسد خردسال BM را در اولی خانه‌اش در بین علف‌های خودروی تا شب نگاه داشته است و تخمینا ساعت 21:22 او جسد خردسال BM را از اولیش برآورده به داخل جویبار سمنتی آبگذر که در کوچه روبروی دروازه اولیش جایگیر است پرتافته است.